بند من شما زبان غمجن شما منو رسوا کړم اخی مر بشم اخی مر بشم. سلام دوستان، خوش آمدید به آموزش امروز ما. خب دوستان، من امروز میخوام یک ویدیو جدید بالای موشن بسازم که ویدیوی متنی است. خب مطمئن هستم خوشتون میاد که در کور ویدیو هم دیدین که بسیار مقبول آمده. خب دوستان عزیز، برای که ویدیوهای جدید برای شما هم بیاید چنل را سابسکرایب کنید و همچنین زنگوله را فشار بدید و همچنین ویدیو را تا آخر ببینید. اگر خوشتون آمد لایک کنید و اگر کدام سوال داشتین در کامنت بنویسین. خب دوستان عزیز، میریم طرف آلایت موشن. خب دوستان عزیز، من آلایت موشن را باز کردم. میایم اینجا کریت پروژکت میزنم، بک‌گراند شم بلک باشه و نوع در 16 باشه. دوباره میایم اینجا این دکمه پلاس هم میزنم. اینجا من یک متن نوشته میکنم و ایره نوشته کردم. دوباره ایره میارم تقریبا 48 میگذارمش، میان چینش میکنم و رنگش سفید میگذارم. دوباره میایم ای فونت برایش انتخاب میکنم. خب دوست عزیز، من ایره انتخاب کردم. دوباره میایم میره تا خانه های 4 ثانیه ایره جور میکنم. خب من ایره جور کردم. دوباره میایم اینجا برش یک سایه هم میتم. ایره هم تقریبا 10 میگذارم. خاطر کال معلوم نمیشه، پس هم باز خواهد دیدین. خب دوستای عزیز، من ایره جور کردم. دوباره میایم اینجا در موو اند ترانسفورم یک اینجا میگذارم و ایره هم نشانی میکنم. اینجا هم میگذارم، اینجا هم میگذارم و همچنان اینجا. خب دوست عزیز، دوباره ایره میارم پایین تا قسمتی که از صفحه بیرون شوه. دوباره میایم میره اینجا میارم و ایره هم اینجا میارم. دوباره میایم میره اینجا میارم و ایره هم اینجا میارم. خب دوست عزیز، من ایره جور کردم. دوباره میایم میره برش نمودار هم پیست میکنم. دوباره دوست عزیز، از یک دوپلیکیت هم میگیرم. اینجا برش یک متن هم نوشته میکنم. دوباره میایم اینجا، ایش هم درست است. اینجا میایم ایره ای طرف میارم، این طرف کار. دوباره میایم ایره هم این طرف کار میارم و تقریبا در قسمت بالا میگذارمش اینجا و دوباره ایشه هم ریموو میکنم و ایره آخر میارم در اینجا. خب دوست عزیز، من ایره جور کردم. دوباره میارم ایره تا همینجا را قطع میکنم. دوباره میایم اینجا برش نمودار را پیست میکنم. خب این نمودارایش نپریده و ایره هم اینجا میارم، اینجا میارمش. فکر کنم یادم رفته بود. اینجا میارمش. خب این هم جور شد. دوباره از یک دوپلیکیت دیگه میگیرم. اینجا دوباره میایم، این هم درست است. این هم ایره کمی بالا میبریم. دوباره میایم ایره پایین میارمش و ایره کم این طرف میارم. ایره اینجا میگذارم تا همو قسمت درست پیدا کنم. ایره هم جور کردم. دوباره میارم ایره اینجا و ایره هم اینجا میگذارم. خب دوست عزیز، من ایره جور کردم. دوباره این هم کار نمیاد، ایره ریموو میکنم. ایره هم تا همین قسمت جور میکنم و دوباره میارم ایره تا آخر کاره. تا آخر کار میارم. ایره هم تا آخر میارم. خب دوست عزیز،
این هم جور شد. دوباره میایم استیکرهایش پیست میکنم. میایم اینجا برش استیکر هم میگذارم. اینجا میایم یک متن انتخاب میکنم و این استیکر هم میگذارم. دوباره میایم میره کم رنگ میکنم. میره کم رنگ کردم، میانچینش هم میکنم و بزرگش میکنم تقریبا تا خانه آخر بگذاریم. نه خیر آخرم نگذارینش که بسی بزرگ میشه. باز میره هم قبضش هست و همچنان ایره اینجا بگذارین. دوباره بیاین ایره تا این قسمت جور کنین و ایره هم ریموف کنین و دوباره دوستای عزیز اینجا بیاین ایره تا این قسمت بانین و دوباره اینجا هم یک در آخرش هم بگذارین و ایره کمی بالا ببرین تا این قسمت و برش نمودار هم پیست کنین. دوباره از این ایموجی دوپلیکیت بگیرین و ایره بیارین ایره ایشه ای طرف بیارین ایره ای طرف بیارین. من ایره ای طرف میارم. دوباره ای آخرش هم طرف بیارین. خب دوستای من ایره جور کنم. دوباره نمودار هم داره. دوباره از یک دوپلیکیت میگیرم. ایره هم میاریم اینجا پایین. من ایره پایین میگذارم و ایره هم میارم اینجا دمی نقطه و ایره کمی بالا میبرم. بعد تا اینجا میگذارمش. دوباره میارم نمودارم داره و دوستای عزیز باید ایره کمی کوچک کنیم. از پیش ما کمی بزرگ شد تا خانه 96 بگذارینش. خب ایره هم و آخرش هم همین رقم و استیکرش هم یک چیز دیگه بگذارین. استیکر از ایره هم تبدیل کنین. و دوستای عزیز دوباره اینجا بیاین. این هم یکمه که چی شده ایره اینجا بگذارین و ایره هم اینجا و ایره یکم پایین تر. ایره اینجا بگذارین و دوباره نمودارم داره. دوباره دوستای عزیز ایره آخر کار بیارین. من ایره آخر کار میارم و همچنان برش بیاین اینجا یک افکت انتخاب کنین. اینجا بیاین در این قسمت، نه خیلی قسمت نبود، اینجا بوده که ایره انتخاب کنین. اینجا بیاین در اینجا بود موو اند ترانسفورم. ایره انتخاب کنین و این بخش دومش برست دادین. ایره هم جور کنین و از یک کپی بگیرین و بعد دیگرایش هم پیست کنین. خب دوستای عزیز این هم جور شد. دوباره بیاین اینا را یک جوین گروپ کنین. من ایره پلی میکنم. خب دوستای عزیز را جور کردم. دوباره میایم اینجا برش یک ایچی هم میتم. اینجا میایم در دیوریشن است. اینجا در دیوریشن میایم ایره انتخاب میکنم. در استاندارد ستینگ ایره میگذارم تقریبا 100. ایره من 100 میگذارم.
خب باشین تا ساعت بیاید اگر وقت میره کمه. خب من ایره نزدیک به 100 کردم. خب خب هم 100 شد. این هم 100. دوباره میایم در اینجا در سپیسینگ ایره میگذارم تقریبا 2. دیگه اینجا میایم در اینجا ایره میگذارم تقریبا 100%. و دوباره میایم اینجا یکی میگذارم و اینجا هم خیلی نبود. این دوباره ریموو میکنم. در قسمت اول میایم در فاز، فکر کنم فاز است. اینجا هم یکی میگذارم و اینجا یکی. دوباره میایم ای آخرش میگذارم 99 و برش یک منحنی هم پیست میکنم. خب دوستان عزیز این هم جور شد. دوباره میایم اینجا برش یک رکتنگل انتخاب میکنم. رکتنگل فول اسکرین میکنم و رنگ شبابی میگذارم. دوباره میایم اینجا در کانتراست در سافت اوورلی این من برش انتخاب میکنم تا آخر کار هم میگذارمش. خب دوستان عزیز این هم جور شد. اگر خب میخواستین از یه کپی بگیرین ایره کپی بگیرین و دوباره اینجا در آخرش پیست کنین و ایره آخر کار بیارین یا تا آخر بگذارین. و همچنان اگر میخواستین ایره تا سایز متنتان بسازین از اینجا شما میتونین جورش کنین تا هر قدر خواسته باشین. با انیمیشنش خورد میشه. خب من ایره تا قدر خورد کردم. خب دوست عزیز این بود از ویدیو جدیدی که من امروز برای شما ساختم. خب دوست عزیز چینل را سابسکرایب کنین به خاطر که ویدیوهای جدید اپلود میکنم برای شما هم بیایه و همچنان زنگوله را فشار بدین و اگر ویدیو خوشتون آمد لایک کنین و کامنت هم اگر کدام سوال داشتین بنویسین.